اعضای آن می‌خواهند دسترسی منصفانه چگونه افغانستان میتواند از بنبست فعلی رها یابد؟ این سوالی اساسی همایش بین المللی امنیتی هرات است که بار اول در خارجه و در دوشنبه جریان دارد. در آن راه‌های رسیدن به نظام فراگیر در افغانستان بررسی گشت. کارشناسان مدل‌های گوناگون حل این مشکل را به میان گذاشتند. نظیف شهرانی پروفسور دانشگاه ایندیانای آمریکا با اشاره به پایبندی حکومت‌های افغانستان به کمک‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی جامعه جهانی گفت مرحله اولش ساختن یک کمیسیون صلح بین المللی برای افغانستان است که باید در صدری از او شورای امنیت ملل متحد بوده باشه، در پهلویشان سازمانی‌های همکاری اسلامی و بعد از او جامعه اروپا و جامعه شانگهای. این 4 نهاد بسیار بزرگ بین المللی، یک اسلامی، دیگرش از جاهای دیگر و از علایق مختلف، اینا باید یک کمیسیونی صلح بین المللی را برای افغانستان بسازند و این کمیسیون میتونه فشارهای لازم بالای طالبان بیاره. وزیر پیشین کارهای خارجی افغانستان رنگین دادفر سیپانتو مطمئن است که طالبان حکومت فراگیر را در افغانستان قبول ندارند. به قول او شیوه انتقال قدرت در وطنش باید به راه دیگر جریان گیرد و این به اراده سیاسی بستگی دارد. و اگر چنین اراده وجود نداشته باشد که تا وجود ندارد با کمال تاسف، مردم افغانستان ناگزیر هستند که به مبارزه مدنی و دموکراسی خواهانه به ایجاد یک حکومتی که از اراده مردم، حق انتخاب مردم برخواسته باشد نیاز دارند. غصب قدرت با زور و تفنگ در هیچ جای دنیا نمیتواند پایدار باشد. سازمان دهندگان همایش نظام فراگیر در افغانستان تصمیم دارند که در پایان نشست نظر و اندیشه و پیشنهادهای شرکتداران را جمع آورده به یک توافق نهایی برسند. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است. در آن اشتراک 120 نماینده کشورهای منطقه و جهان در نظر است. هیئت طالبان با وجود دعوت شدن به این همایش در آن شرکت ندارند. طالبان در ماه اوگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت وقت افغانستان قدرت را به دست گرفتند. تاکنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در این بین تلاش‌های رهایی از بنبست ادامه دارند.